يا حامل القرآن قد خصك الرحمن بالفضل والتيجان تو نیز از اهل قرآن باش. والريحان يا به نام عزت پاک با عرض سلام و ادب و احترام. ابو امامه باهلی خداوند از او راضی باد میگوید رسول الله صلی الله علیه و سلم فرمودند قرآن را تلاوت نمایید، زیرا روز قیامت قرآن برای کسانی که آن را تلاوت نموده اند شفاعت می نماید. روایت مسلم. در این حدیث امر شده است که اقرأوا القرآن، یعنی قرآن را بخوانید، و امر نشده است که احفظوا القرآن، یعنی قرآن را حفظ نمایید بعد آن به شما شفاعتگر می شود، بلکه تنها خواندن قرآن سبب می شود که قرآن در روز قیامت شفاعتگر به خواننده‌اش می شود. این هم باشد یکی از آسانی برای ما بندگان است، چون ما می دانیم که خواندن آسانتر است از حفظ کردن. به همین خاطر امر در عموم است، یعنی شخصانی که قرآن را می خوانند و هم شخصانی که قرآن را حفظ می نمایند قرآن برای آنها شفاعتگر می شود. اگر متن عربی حدیث را نظر بکنیم در آنجا آمده است که قرآن شفاعتگر می شود لاصحابه، یعنی برای دوستانش. قرآن شفاعتگر است برای دوستانش. مادامی که ما قرآن را دوست و رفیق گرفتیم باید طول سال آن را بخوانیم، نه فقط در مراسم نکاح یا عزاداری یا در ماه شریف رمضان، بلکه تمام حیات را باید با چنین رفیق و دوست بگذرانیم، چون روز قیامت تنها از بین دوستان ما یگانه دوست است که شفاعت ما می کند این قرآن کریم است. خواندن قرآن فضیلتی بی‌نهایت بزرگی دارد. از این سبب شفاعتگر آن شخصی می شود که آن را تلاوت نماید و در حیات عملی کند، و شفاعتگر نمی شود بر آن شخصانی که اگر در حیات به قرآن زندگی نکنند. روز قیامت آن ثواب‌هایی که انسان با واسطه خواندن قرآن کسب کرده است در یک صورت جمع شده آمده به صاحبش شفاعت می کنند و از خداوند می طلبند تا صاحبش را داخل جنت کند. به همین خاطر وقتی که قرآن می خوانیم باید امید ثواب از خداوند داشته باشیم که هر یک حرفی که از قرآن می خوانیم کمترش خداوند به ما 10 حسنه می نویسد. پس تصور کنید که اگر شما هر روز قرآن را گشاده تلاوت کنید صاحب چقدر ثواب خواهید گشت. پس این فرصت را از دست مدهید. علما میگویند اگر انسان خواهد که با خداوند سخن کند روی به سوی نماز آرد، و اگر خواهد که خداوند با او سخن کند روی به سوی قرآن کریم آرد. چه خوشا اگر شخص در یک مقام این دو حالت را به دست آرد، یعنی هم او با خدا صحبت کند و هم خداوند با او صحبت کند، و این حالت تنها در حالت نماز است. از این رو نماز یکی از بهترین عبادت ها محسوب می شود. پس برادر و خواهر ایمانیم، قرآن یکی از دوست های بهترین توست و هر روز با این دوستت ملاقات بکن. هر روز قرآن را بکشای و از آن سوره صحیفه جزء بخوان و بر خود وظیفه گذار که هر روز چند صحیفه را باید بخوانی تا تو از جمله آن شخصان بگردی که روز قیامت قرآن به تو شفاعت کند. و سلام بر آن شخصانی که راه هدایت را پیش گرفتند.